دوستان امروز مثلا اعتراض میکردن، میگفتن که خب شما در کلیپ نوشتی که حسین ابن علی سرباز لشکر یزید. این حرف محمد انصاری نیست. مصادر شیعه، مصادر اهل سنت متفقن در این که در زمان سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه لشکری برای فتح قسطنطنیه، استانبول امروزی آماده شد. این لشکر فرماندهش کی بود؟ یزید ابن معاویه بود. سربازان این لشکر کیا بودن؟ عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عباس، حسن ابن علی، حسین ابن علی، عبدالله ابن عمرو بن العاص. بزرگان فرزندان صحابه بودند در این لشکر و اینها رفتن برای فتح قسطنطنیه، اما نشد. پس برگشتن، مدتی محاصره کردن، برگشتن و ابو ایوب انصاری در اونجا فوت کرد و قبرش هم تا هنوز در ترکیه هست. ببینید امروز به روایات تاریخی، به جنگ هایی که بین صحابه، به کربلا، به عاشورا، به موضوعاتی که در زمان معاویه، به صفین، به جمل، به اختلافات و جنگ هایی که بین سیدنا علی و بین سیدنا معاویه با دید قومگرایانه. یکی از کسانی که من اعتراض کردم در مورد صحبتاش میگه این یک قوم، یعنی چی؟ میخواد جلوه بده به مردم که جنگ معاویه و علی جنگ بنی هاشم و بنی امیه بود و این خطا هست، اشتباه هست. یا اینکه جنگ بین صحابه جنگ اعتقادی بود، جنگ کفر و ایمان بود، جنگ ایمان و نفاق بود، جنگ مسلمان و کافر بود. این اشتباه هست. بابا شما تاریخ رو وقتی عمیق مطالعه بکنید، شما چیزایی رو در تاریخ میبینید تعجب میکنید. مثلا چی از امروز صبح تا شام در منابر شیعه یزید ابن معاویه لعن میشه. چرا؟ قاتل امام حسین. خب یزید رو میگن کی تعیین کرد؟ معاویه. شروع میشه به لعن معاویه. معاویه رو که تعیین کرد؟ عثمان. شروع میشه طعن عثمان. عثمان رو کی آورد؟ عمر. شروع میشه عمر رو کی آورد؟ ابوبکر. شروع میشه لعن ابوبکر. ابوبکر رو کی آورد؟ شورای سقیفه. پس همه صحابه از یک دم، کتاباشون که من بارها نشون دادم، همه ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، همه مرتد شدن غیر از مقداد ابوذر و سلمان، بقیه همه کافر شدن. ببینید این تدرج در تکفیر صحابه سببش چی است؟ چون زبان در مورد یزید باز کردن، بعد از اون نوبت معاویه رسید. چون چی میگن؟ یزید رو معاویه تعیین کرد ولیعهد خودش، پس معاویه هم همینطور است. اما وقتی که میریم عمیق با بررسی تاریخ رو مطالعه میکنیم، میگیم نه، جنگ اسلام و کفر نبوده، جنگ بین مؤمن و مسلمان و کافر و زندیق نبوده، جنگ ذوق‌های سیاسی بوده، جنگ بر اساس سلیقه ها بوده، جنگ گاهی اوقات به خاطر امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته. این که من امروز یک مسلمانی رو ببینم بگم دروغ نگو، شراب نخور، زنا نکن، دزدی نکن، این به این معنی نیست که من بگم تو کافری. تکفیر صفت خوارج بود که بر اساس گناه کبیر مردم را کافر میکردن. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به خاطر امر به معروف و نهی از منکر میره به طرف کوفه و قضیه جمل رخ میده. در صفین معاویه رضی الله تعالی عنه به خاطر اجتهاداتی که داشت میاد در اونجا با حضرت علی درگیر میشه و ما همه اهل سنت این عقیده، ما با کسی رو درواسی هم نداریم. علی خلیفه بود، ولی امر بود، اطاعتش واجب بود، علی به حق نزدیکتر بود نسبت به معاویه. این عقیده ماست. اما هیچ وقت به خود ما اجازه نمیدیم که بر کسانی که در مقابل علی بودن با اونها لعن بفرستیم، تکفیرشون بکنیم، با اونها فحش بدیم، ناسزا بگیم، یا با اونها چیزهایی رو نسبت بدیم که در اونها نیست. همه امروز در منابر در ایران میبینید، در شیعیان در حسیناش میبینید به یزید لعن میفرستن، یزید رو قاتل امام حسین میدونن. بله، یزید مسئولیت داشت در قتل امام حسین. یزید آنچه که میخواست گرفتن بیعت از فرزندان صحابه بود، مانند عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن زبیر، حسین ابن علی. همه اینا رو میگفت که اینها باید از اینها بیعت گرفته بشه، چون اینها رؤوس بودن، اینها کسایی بودن که حرفشون در بین مردم خریدار داشت. بعد هیچ وقت یزید هیچ کسی رو امر نکرده که برید ازش بیعت بگیرید، اگر بیعت نکرد گردنشو بزنید. و روایت هایی هم که در این مورد هست
روایت هایی است که ساخته و پرداخته روات رافضی است. اما چی شد؟ یزید در مقابل قاتلین امام حسین، سید شباب اهل الجنه، از قاطعیت کار نگرفت. ما به خاطر همین به یزید رضی الله تعالی عنه نمیگیم، به یزید رحمه الله نمیگیم، یزید رو امیرالمومنین نمیخوانیم. میگیم بله یک پادشاهی بود، یک امیری بود، گناه کرد، اشتباهات کرد، معصوم نبود. اما بعد که طرف مقابل میاد لعن میکنه، نفرین میکنه، کافر میدونه، فلان میدونه، بعد پدرش رو، بعد از کسی که پدرش رو تعیین کرده، یعنی سلسله ادامه پیدا میکنه. در اون وقایع اون زمان کوفه رو دوستان عزیز اگر شما مطالعه بکنید دقیق در کتب تاریخ، در اون زمان حاکم کوفه کی است؟ عبیدالله ابن زیاد. سرلشکر عبیدالله ابن زیاد کی است؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. وقتی که حسین حرکت میکنه صحابه مانعش میشن، نصیحتش میکنن. در بین راه فرزدق رو میبینه، از او میپرسه که وضعیت کوفه چطور بود. میگه قلبهای مردم با توست، شمشیرهای مردم بر علیه توست. یعنی چی؟ مردم کوفه، شیعیان کوفه چیکار کردن؟ تو رو فروختن. علی الرغم همه این موارد حسین ابن علی میاد به طرف چیز نصیحتش میکنن تا میاد اونجا. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص پسر صحابی جلیل سعد ابن ابی وقاص هست، حسین رو دوست داشت. میاد در اولین سر راه امام حسین رو که میگیره، یا ابن بنت رسول الله، میگه ای فرزند دختر رسول الله، میگه نکن، برگرد. این مردم کوفه اینا دروغگوهن، این شیعیانی که در اینجا هن خائنن، به پدرت خیانت کردن، به برادرت خیانت کردن، به تو هم خیانت میکنن. هی راه امام حسین رو میگیره، نصیحت میکنه که نکن، یا ابن بنت رسول الله، نکن این کارو. و تا آخرین لحظه بنابر روایاتی که در کتب شیعه وجود داره سعی و تلاش میکنه که جلوی امام حسین رو بگیره و از کشتن امام و از اینکه گزندی به امام حسین برسه جلوگیری میکنه، تا اینکه عبیدالله ابن زیاد رو قانع میکنه با مکاتبه هایی که داره بین امام حسین و بین عمر سعد و بین عبیدالله ابن زیاد، که خلاصه امام حسین رو ول کنه که برگرده به مدینه یا بره به طرف شام. چون امام حسین سه چیز خواست. گفت یا بگذارید برم در یکی از مرزهای اسلامی جهاد بکنم، یا بگذارید برم دست در دست یزید بگذارم، یعنی با یزید بیعت بکنم، یا اگر این روایت به مزاج خیری و بر نمیخوره گفت بگذارید برم پیش یزید، یا اینکه برگردم به مدینه. عمر سعد با تلاش هایی که کرد ابن زیاد رو قانع کرده بود که یک مرتبه در اونجا یک از فرماندهان لشکری که در کوفه بود، شمر ابن زلجوشن، بلند شد و اعتراض کرد. گفت تو اگر این رو قانع نکنی، تو اگر این با تو بیعت نکنه، تو آبروی تو پیش امیرالمومنین، یعنی یزید، میگفتن امیرالمومنین دیگه، پیش امیرالمومنین میره و تو خلاصه هیچ ارزشی برات قائل نمیشن. فردا هر کسی دیگه هم بلند میشه قیام میکنه. نه، تو بگو الا بالله که حسین باید بیاد با من چیکار بکنه؟ بیعت بکنه. وقتی این رو به امام حسین رسوندن، امام حسین گفت نه دیگه، این ذلت رو قبول نمیکنم، ایهات من الذله، این ذلت دیگه قبول نمیکنم. حالا یزید یک چیزی، من برم باش بشینم صحبت کنم یا بیعت بکنم، ابن زیاد کیه که من باش بشینم؟ همین بود که دید ابن زیاد که عمر ابن سعد داره مماطله میکنه، کارش درست انجام نمیده، یک عتاب شدیدی برای او فرستاد که اگر تو این کارو نکنی خانوادت رو میکشم، فلان میکنم، یک تهدید مفصلی که در تاریخ اومده. بعد شمر رو با 4000 نفر فرستاد و این شمر بود که امام حسین رضی الله تعالی عنه رو بر خیمگاهش حمله کرد، آتش زد، امام حسین رو سرش از تنش جدا کرد، حالا لگدمال کردن و خیلی از جنایاتی که صورت گرفته توسط شمر ابن زلجوشن و اطرافیانش که با او بودن صورت میگیره. حالا دوستان عزیز و گرامی، شمر کی است؟ شمر که از مریخ نیامده، شمر که از پیش معاویه و یزید نیامده، شمر که مثل قارچ از زمین سبز نکرده، شمر از شیعیان علی است. شمر از جمله کسانی است که در جنگ صفین فرمانده لشکر سیدنا، یکی از فرماندهان لشکر سیدنا علی بوده. تعجب میکنید، باور کنید این حقایق تاریخی رو وقتی بخونید تعجب میکنید. بعد متوجه میشید که اصلا جنگ سر اسلام و کفر نبوده، جنگ سر سیاست بوده، جنگ سر قدرت بوده. عده‌ای بودن که از این اختلاف سلیقه ها
و از این به اصطلاح کدورت هایی که بین طبیعی است بین انسان ها وجود داره، بین علی و معاویه و بین اینا وجود داشته، عده‌ای بودن که سوء استفاده میکردن. مثل که امروز افغان ها در بین خودشون به یک مشکلی برمیخورن، ایران و پاکستان سوء استفاده میکنه. ایران کسایی که طرفدار خودش هست اونا رو تغذیه میکنه، پاکستان همچنین، تا در افغانستان آشوبی به ایجاد بشه و اونا در امان باشن. چون هر وقت در افغانستان حکومت قوی، یک حکومت مقتدر به وجود بیاد، هم به ضرر ایران است هم به ضرر پاکستان است. چون در طول این 100 سال اخیر ایران و پاکستان عادت کردن که در افغانستان حکومتی باشه که تابع اونا باشه، در خدمت اونها باشه، به اصطلاح سیاست های اونا رو اجرا بکنه، منافع اونها رو حفظ بکنه. بودن این همچین گروه‌هایی در و شمر یکی از اونهاست. اما در کتب شیعه و در کتب تاریخ شمر یکی از یاران علی است. یعنی یاران علی به این معنی که یکی از شیعیان علی است، کسی است که در صفین، در جنگ صفین، در لشکر سیدنا علی است، میزنه چندین نفر از بزرگان شام رو میکشه و خودش هم از ناحیه صورت چنان زخمی میشه که حتی میگن که اون ضربه به استخوان صورتش رسیده بوده، زخمی میشه. همون آثار جراحتی رو که میگن در صورت شمر ابن ذوالجوشن بود به خاطر جنگ صفین بود. در جنگ صفین زیر پرچم سیدنا علی همین شمر با شامیا میجنگه و این شمر بعد از قضیه صلحی که بین علی و معاویه رخ میده رضی الله تعالی عنهما، لشکر علی رو ترک میکنه، قهر میکنه مثل خوارج، مدتی با خوارج، بعد از اون این ور اون ور، و خلاصه سرحدش از کوفه به در میاد که جنایت کربلا رو انجام میده. الان وقتی که این وقایع رو میبینید که شمر در لشکر علی رضی الله تعالی عنه بوده، آیا به معاویه حق نمیدید که میگفت ای علی تو صفت رو پاک بکن، تو قاتلین عثمان رو در صف جا دادی؟ شمری ها و امثال شمری ها بودن که خلیفه مسلمان ها عثمان ابن عفان رو در مدینه به شهادت رساندن. سیدنا معاویه وقتی به صفین آمد برای علی رو کشتن نیامد، برای که علی کافر است نیامد، و علی وقتی به جنگ معاویه رفت به خاطر که معاویه کافر است نرفت، بلکه اختلاف در سلیقه بود، اختلاف در نظام حکم بود. معاویه میگفت علی جان این کسانی که در اطرافت هستن، امین باغیا و یاغیایی رو که خلیفه رو کشتن، اینها رو از اطراف دور کن، بده تسلیم من محاکمه کن که فردا همان مصیبتی که سر عثمان آمد سر تو میاد. همین شمر و امثال شمر بودن که عبدالرحمن ابن ملجم و حروریا و به اصطلاح خوارج که بعداً آمدن علی رو کشتن، و امین ها بودن که بعداً رفتن در کوفه مسکن گزیدن، در اونجا به خاطر طبعا یک نظام قبیله‌ای بود، تا هنوزم به اصطلاح اون شعارهای قبیله‌ای و به اصطلاح چیزی که از زمان جاهلیت بود تا هنوز در بین مردم وجود داشت. ما داریم از سالهای از قرن اول هجری داریم صحبت میکنیم. بعد چی شد؟ شمر در کوفه جز سرلشکران لشکر ابن زیاد بود که ابن زیاد یک انسان فاسق و فاجری بود، یعنی نه صحابی بود نه کدام انسان متدینی بود، یک انسان قدرت طلب بود، یک انسانی بود که همه چیز براش قدرت بود، به اینم یک فرماندهی داده بود. الان ما اگر بر اساس منهج فریب خوردگان سنی های اثناعشری یا بر اساس منهج و روش شیعیان برخورد بکنیم، ما هم بلند بشیم بگیم که سبب کشته شدن امام حسین خود حضرت علی بود. چون اگر حضرت علی حرف معاویه رو گوش میداد، امثال شمر رو در لشکر خودش جا نمیداد، امام حسین در کربلا به شهادت نمیرسید. بعضی شاید بگن خب آقا انصاری تو این حرفا رو میزنی، دلیل بهتون نشون میدم. دوستان عزیز بسم الله. این کتاب است. نگیرین که کتاب ساخته و پرداخته وهابیون است و اهل سنت است و فلان و علان است. این کتاب انساب الاشراف از بلازری صفحه 303. و کان شمر ابن ذوالجوشن فی کتیبه فی ما یقول بعضهم. بعضیا میگن که شمر ابن ذوالجوشن در جنگ صفین چیا بود؟ در لشکر سیدنا علی فرمانده یک گردانی بود در اونجا. و جعل علمی من عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب و علمی سر محمد ابن علی ابن ابی طالب و علی خیل الکوف فلان الى آخری. بعد در اینجا میگه و قال کلبی کانت رای علی یوم الصفین مع عمرو ابن
الحرث ابن عبد یغوث ابن قشر الحمدانی. به هر صورت این در مورد و جنگ صفین هست. میگه که شمر در اونجا بعضیا گفتن که چی بوده؟ فرمانده یک گردانی بوده در لشکر سیدنا علی رضی الله عنه. این کتابم کتاب خودشون هست، کتاب ما نیست. تشکر میکنم دوستان عزیز. سند بعدی رو دوستان عزیز ببینن. این هم از کتاب اعیان شیعه است. اعیان شیعه کتاب رجالی است، یعنی رجال شیعه، بزرگان شیعه رو در اینجا جمع کرده. از سید محسن امین است، جلد 1 صفحه 326. در اینجا بله میگه و شهد مع علی علیه السلام الجمل و صفین کما شهد صفین مع شبس بن ربعی و شمر بن زلجوشن الزبابی ثم حارب الحسین یوم کربلا فکانت لهم خاتمه سوء نعوذ بالله من سوء الخاتمه. میگه این کسانی که در اینجا ذکر میشه به همراه شبس بن ربیعی و شمر بن زلجوشن کسانی بودن که در صفین بودن. شهد مع علی علیه السلام الجمل و صفین، هم در جمل و هم در صفین. اینها کیا بودن؟ شمر بن زلجوشن جزء لشکر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بود و به تفصیل این مسئله رو در اینجا ذکر میکنه در این کتاب که اینها در لشکر سیدنا علی بودن. در صفحه 326 کتابش اعیان شیعه. اینم از نسخه است از کتابخانه آیت الله العظمی میلانی، از اونجا نسخه برداری شده. تشکر میکنم دوستان عزیز. سند سومی که خدمت شما عزیزان در اینجا میخوام نشون بدم از کتاب مستدرکات علم رجال حدیث است، از شیخ علی النمازی شاهرودی، جلد 4 صفحه 220. از علمای علم رجال شیعه است و یکی از رجال شیعه. ببینید یکی از رجال شیعه کی رو ذکر میکنه؟ شخصیت شماره 6899 از رجال شیعه ذکر میکنه در اینجا. کی است؟ شمر ابن زلجوشن. تولد من الزنا، میگه از زنا متولد شده. و کان یوم صفین فی جیش امیر المؤمنین علیه السلام، در روز صفین در لشکر حضرت علی بود. و قضایاه فی کربلا معروفه، کاری هم که در کربلا کرده معروفه که مختار اومد و بعد از اون کشته شد. خب و در طبری هم میگه ذکر شده که در روز عاشورا چیکار کرد؟ اصحاب عمر ابن سعد فرماه و شمر رو به سهم که شمر فلانی رو زد به چیز و کشت با نیزه و تا الی آخری. و بعد از اون میگه که در کتاب مصالب لحشام بن محمد الکلینی، یک از علمایی که زن زلجوشن یک روز خارج میشد من جبانت السبیع الى جبانت الکنده، یعنی از منطقه به منطقه خارج میشد. در اونجا میگه تشنه شد، یک چوپانی اونجا بود، از او آب طلب کرد، آب بهش نداد. گفت اگر آب میخوای بهت بدم بگذار که من باهات زنا بکنم. زنا کرد و بعد از اون شمر متولد شد. خب این مسائلی است که اینا در کتابشون میگه این شمر اینطوری است. الان سوال ما اینجاست، مگه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بنا به قول شیعه امامی است که غیب میدونه، عالم غیب است؟ نمیدونست که شمر همچین آدمی است؟ نمیدونست که شمر همچین جنایتی میکنه؟ نمیدونست که شمر بلد زنا هست؟ طبق گفته اینها چطور در لشکر خودش جا داد؟ آیا معاویه برحق نبود در این مطالبه خودش که به علی بگه که اطرافیانت رو بررسی بکن، انسانهای بد رو از کنار دور بکن؟ در مستدرکات علم رجال شیعه شخصیت 6899 به عنوان یکی از شخصیت‌های شیعه علی در اینجا ذکر شده. تشکر میکنم دوستان عزیز. کتاب چهارم، این کتاب مستدرک سفینة البحار است، از شیخ علی النمازی شاهرودی، جلد 6 صفحه 43. در اینجا هم مسائل چیز است، شخصیت های شیعه است که شمر ابن زلجوشن علیه آلاف الالوف اللعنه، شمر زلجوشن که بر او هزاران هزار لعنت باد، تولد من الزنا، از زنا متولد شد. و کان یوم صفین فی جیش امیر المؤمنین علیه السلام، که در روز صفین در لشکر امیر المؤمنین بود. تشکر میکنم دوستان است. شخصیت کتاب پنجم
این رو از کتاب نیست، مطلبی است در ویکی شیعه که سایت های معروف شیعه است که شخصیت های رو در اینجا زندگی نامش رو اینا نشون میده. در اینجا میخوانیم که شمر ابن ذوالجوشن خلاصه کی بود؟ شمر پیش از آن در جنگ صفین در سپاه امام علی بود، ولی بعدها در جمع دشمنان امام و خاندان درآمد. زیارت عاشورا از شمر با لعن و نفرین یاد شده و او در مقابل مختار ثقفی شکست خورد و سر از تنش جدا گردید. شمر ذوالجوشن در ابتدا از یاران امام علی بود. خوب نگاه کنید. ولی وی در جنگ صفین آن حضرت را یاری کرد و در مبارزه با ادهم ابن محرز باهلی از سپاه شام صورتش به شدت مجروح گشت، اما بعدها از لشکر امام علی جدا شد و به معاویه پیوست. شیخ مفید در کتاب خود با ذکر واقع حضور ترماح در شام و رساندن جواب نامه امیرالمومنین به حضور شمر ذوالجوشن نزد معاویه اشاره میکنه. میگه پس از آن که امام حسین به کربلا رسید، عمر سعد فرمانده لشکر کوفه قصد جلوگیری از جنگ و خونریزی داشت و به دنبال راه حل مسالمت آمیز بود، اما شمر ابن زیاد را که به نظر می رسید با قصد عمر سعد موافق است به جنگ با امام تشویق کرد. در عصر روز 9 سال 61 قمری شمر با 4000 سپاهی و نامه تهدیدآمیزی از سوی ابن زیاد برای عمر ابن سعد به کربلا رسید. ابن سعد با دیدن نامه خطاب به شمر گفت کاری را که در آن امید صلاح بود تباه کردی. خلاصه وقایع طولانی است و در اینجا میگه در باره کسی که سر امام حسین را از تن جدا کرد روایت گوناگونی وجود دارد که در برخی از آنها از شمر نام برده شده است. به گفته واقدی شمر امام حسین را کشت و با اسب خود بدن آن حضرت را لگدکوب کرد. در برخی روایت گفتند که وی به سینه امام نشست و سر او را از قفا جدا کرد. در زیارت ناحیه مقدسه شمر قاتل امام حسین معرفی شده است. لعنت الله و ملائکه و همه جن و انس بر قاتلین سیدنا حسین ابن علی نوه گرامی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. و این مطلب رو از این کتابم من خدمت شما عزیزان مستدرک سفینة البحار در اینجا این چاپ کتاب، اینم خود صفحه 43 شمر ابن ذوالجوشن علیه آلاف الالوف اللعنه تولد من الزنا و کان یوم السفین فی جیش امیرالمومنین. تشکر میکنم دوستان عزیز. و همچنین این مطلب رو خدمت شما عزیزان از کتاب مستدرکات علم رجال حدیث از جمله رجال شیعه در صفحه 220 شمر ابن ذوالجوشن و کان یوم السفین فی جیش امیرالمومنین در اینجا ذکر شده. تشکر میکنم دوستان عزیز. و این مطلب رو هم خدمت شما عزیزان در اینجا نشون بدم. این کتاب واقعه وقعت صفین نصر ابن مزاحم المنقری یکی از مورخین مورد اعتماد شیعه است که منشورات مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی این کتاب رو چاپ کرده. اینم شناسنامش است در اینجا. در سال 1380 این کتاب چاپ شده. تشکر میکنم دوستان عزیز. این کتاب که نسخه چاپی اصلیش هم در دسترس ما هست. اینجا در این قسمت میگه عمر ابن سعد حدثنی یونس ابن ابی اسحاق میگه که ادهم ابن محرز یا محرز الباهلی میگه که در فلان منطقه بودم که هل رأى احدکم شمر ابن ذوالجوشن، کسی از شما در صفحه 260 شمر ذوالجوشن رو در روز صفین دید؟ فقال عبدالله بن کبار نهدی و سعید ابن خازم الصاوی سلوی نحن رأینا، ما دیدیمش. قال فعل رأیتما ضربت بوجهی، آیا در چهره ضربه ای رو دیدید؟ قال نعم دید. قال انا والله ضربته تلك الضربه بسفین، من این ضربه رو در روز صفین بر صورت او زده بودم. روایت دیگر هم از که در اینجا میگه که خرج ادهم من اصحاب یک از یاران معاویه در جنگ صفین به نام ادهم خارج شد که شمر بن ذوالجوشن با او درگیر شد. هر کدومشون یک ضربه ای زدن و ضربه ادهم بر پیشانی و صورت شمر خورد که حتی تا استخوانش رسیده بود و شمر هم ضربه ای زد اما نتونست کاری بکنه. پس برگشت به
همون قرارگاهش. در این کتاب هم این مطلب در اینجا ذکر شده. تشکر میکنم دوستان عزیز و این مطلب رو هم در اینجا خدمت شما عزیزان نشون بدم به عنوان مطلب پایانی در تنزیه الانبیاء، تصنیف سید الشریف المرتضی علم الهدى ابی القاسم علی ابن حسین الموسوی متوفای 436، یکی از مورخین و علمای بزرگ شیعه، که در این کتاب در صفحه 224 میگه که میگه قال لعمر بن امام به عمر بن سعد چی گفت؟ اختاروا منی اما الرجوع الى مکان الذي اقبلت منه، به من اجازه بدهید یا برگردم به جایی که از آنجا آمدم، یعنی کجا؟ مکه یا مدینه، او ان ازع یدی فی ید یزید، یا اینکه دستم را در دست یزید بگذارم، یعنی چی؟ باش بیعت بکنم. ابن عمی، پسر عموی من. میدونید که یزید ابن معاویه پسر عموی حسین ابن علی هست، یعنی در نسب. کلاب که جد به اصطلاح عبدالمطلب جد مشترک بنی امیه و بنی هاشم است، فاینا پسر عمو هستند. یعنی در اصطلاح قبیلوی در بین اعراب، مثلا اگر من یک انصاری رو ببینم میگم این پسر عموی من است، به این معنی نیست که پدرش برادر پدر من است، به این معنی نیست که این از قوم من است، از قبیله من است. یا مثلا یک تمیمی یا یک جابری یا یک عتیبی ام قبیله خودش رو پسر عمو میگه. این اصطلاح هست. گفت که یا بذار برگردم به مکه یا مدینه، یا اینکه اجازه بدید که انعزع یدی فی ید یزید ابن عمی لیرا فی رأیه، یا اینکه بگذارید پیش پسر عمویم یزید بروم ببینم که با من چی کار میکند. و اما ان تسیرونی الى ثغر من ثغور المسلمین فاکون رجلا من اهله لی ماله و ما علی، بگذارید مثل یک مجاهد برم در یکی از جبهه های جنگ بر علیه کفار جهاد بکنم، مثل یکی از مردان مسلمان، چه حق و حقوقی که بر من هست و چه حق و حقوقی رو که من باید ادا بکنم. این رو خود علمای شیعه این رو در کتب تاریخشون ذکر کردن، اما این مسائل که ذکر نمیشه در منابر. یا در این کتاب، مثلا در این کتاب مقتل الحسین است، در اینجا هم همین مسائل ذکر میشه. اینجا رو مثلا ببینید، وقتی که میگه که امام حسین نزدیک کوفه رسید، و اونجا میگه پرسید از کسی که در مدرک ها علنا ام علینا، با ما هستن یا بر علیه ما هستن؟ فقال بل علیک یا ابا عبدالله، بلکه اونا بر علیه تو هستن. فقال لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ثم ترد، بعد از اون لا حول کرد امام حسین و اون رساله پیامی رو که پیامی بود که به اصطلاح عمر ابن سعد مسلم ابن عقیل قبل از شهادتش از خواسته بود که پسرمو این پیام من رو برای حسین بفرست، بگو که نیا که مردم اینجا بیعتشون رو شکستن و تو رو میکشن. بعد از اون یعنی ابن سعد بارها سر راه امام حسین رو میگیره، بهش میگه که نکن، نرو، بل خود یا ابن رسول الله طریقا لا يدخلك الكوفه، یا ابن رسول الله کوفه نرو، غیر از کوفه یک راه دیگر بی، لا یوصلک الى المدینه اعتذر انا الى ابن زیاد، که من بتونم یک عذری برای ابن زیاد بیارم، خلاصه تو از این مخمسه من رو هم خلاص کن خودتم. اما امام حسین گوش نمی کرد تا اینکه نامه ابن زیاد رسید که در مورد حر ابن یزید، که او رو هم به اصطلاح امر می کرد که چیکار بکنه، راه رو بر امام حسین ببنده، که بعداً داستان طولانی داره و حر میاد و در لشکر امام حسین قرار میگیره و آنچه که در تاریخ شنیدید. بر صورت دوستان عزیز و بزرگوار، آنچه که میخوام خدمت شما عرض بکنم این است که ما الان با این بررسی دقیق که ما تاریخ اسلام رو، تاریخ کربلا رو بخوانیم، اونجا متوجه میشیم که نه، واقعیت ها غیر آن چیزی است که آخوندها در سر منابر و آخوندها و دشمنان دین یا آن کسانی که از مانند
مولانا مودودی، مانند سید قطب، مانند کسانی که در این مسائل اظهار نظر کردن، اونها خیلی از حقایق را یا نمیدانستن، خبر نداشتن، یا اینکه اینو نمیگم چون مسائل باطنی است، الله سبحانه و تعالی اینه به چه هدفی این کارو کردن، ولکن الله اعلم، من فکر میکنم که به خاطر جهلی بوده که در مسائل تاریخی داشتن.